علت این که در قانون اساسی راجع به رئیس جمهور آمده مسئله اکثریت رو مطرح کرده و در مورد نمایندگان مجلس اصلا هیچ نگفته، برای این است که اصولا در آینده دورتر ممکن است نوع بهتر انتخابات به جای اینکه انتخابات جغرافیایی باشه انتخابات گروه‌های فکری باشه. یعنی اگر واقعا یک روز جامعه ما اونقدر پیش رفت که توانست انسجام گروه‌ها با آزادی در حد مطلوب باشه، میگوین هر گروهی که حتی در سر تا سر ایران 150,000 نفر یا 70,000 نفر حتی عضو داره میتونه یک نماینده در مجلس داشته باشه. این دیگه میشه خیلی عالی. به این صورت ملاحظه میکنید اصلا دیگه حالت جغرافیایی از بین میره. به این جهت است که در اصل مربوط به انتخابات مجلس ساکت شده اند از کیفیت، ولی در مورد رئیس جمهور چون یک رئیس جمهور از کل کشور امکان چنین حرفای اصلا مطرح نمیتونسته